هراسیست روز که غیر آه گریه نباشد عبادتی این اشک‌ها دوای تمامی زخم‌هاست اشکی به بار تا که نمانم جراحتی این خانه خانه ایست که جون سیاه این خانه خانه ایست که جون سیاه رو گردد سفید رو شود در قیمتی این خانه ایست مرد عسل می شود در آن بر کام هر که کرد ز جانان حمایتی قاسم اگر به معرکه آمد اراده بود تا که حسن به جلوه نماید قیامتی قاسم به معرکه از ره دو نیمه شد چه خروشی چه هیبتی اما دیدن حریف قاسم ابن الحسن نمیشن عمر سعد ملعون صدا زد پسر حسن نوه علی مرتضاست تن به تن نمیشه دورشو بگیرید سنگ بارانش کنید پایش نمیرسید اگر بر رکاب است شدت کشیده مثل عمو بعد ساعتی با نعلها زبست به رخش بوسه ها نشد صدا نالت بشه برای یتیم امام مجتبی با نعلها زبست به رخش بوسه ها نشست دیگر چه چهره ای چه جمالی چه صورتی بالا سرش صدای شکستن زیاد نوشتن تا 200 سوار یا 300 از رو بدن این آغاز
پاش رو زمین میکشید بالا سرش صدای شکستن زیاد شد کربلا مدینه که دارد حکایتی کجای مدینه رو میگه اون وقتی که در گور گرفته آخ اینجا قاسم راحت نمیتونست نفس بکشه هی پاشو به زمین میکشید آخه استخوانهای سینه شکسته من ببینم برا مادرش زهرا آخه اومدن تو خونه دستای علی را بگم انشالله دروغ باشه از اون در نشده باشه قاسم من قاسم من حالا ابی عبدالله آمده بالا بدن قاسمش صدا داد عزیزم سخته برای عمو ازش کمک میخوای اما نتونه کاری برات کنه قاسم من قاسم من کمتر بگو پدر بابات حسن شد خون جگر میخوام بغل بگیرمت ترسم بشی پاشیده چرا؟ آخه بسم اسب بر تو دویده قاسمه همچون عسل شدی کشیده احلام العسل همینه که دنده ها از هم دریده قاسم من قاسم من وای از هجوم نعل و صبح زیر دست و پا شدی میترسمم چونک برم ارباط کنم جلو شیشه عطر مشتبا وا شدی ریختی زمین طعمه مدینه نعلا و زانو نعلا و بازو نعلا و سینت نعلا و پهلو وای که چقدر شبیه زهراش وای که چقدر شبیه زهر هر زرهی براش آوردن اندازش نبود هر کلاه خودی براش آوردم بزرگ بود پاش به رکاب اسب نمیرسید نگذشته خیلی که اجازه دادم ماشالله زود قد کشیدی نشناختم
من که گریبانت دریدم تا که اذیت نباشی. حالا چطور ببینم حبس نفس پا میکشی. آخ چشمی که بستی به رخم وا نمیشود، یعنی همون برای تو بابا نمیشود. هم شب عاشورا قاسم ابن الحسن نگران خیمه بود، صدا میزد عمو زن و بچه چی میشن. هم وقتی میخواست بره میدون تو مقاتل نوشتن اشک چشماش جاری بود و طرف میدون میرن. آخه میدین همه اهل حرم لب تشنن، داغ علی اکبر کمر عموش شکسته. برای همین ای مهربان خیمه حرم را نگاه کن، اما حریف گریه زنها نمیشود. باید مرا به سمت حرم با خودت بری، میخواستم که پاشم اما نمیشود. حمید ابن مسلم میگه دیدم ابی عبدالله قاسم و به سینه چسبان راهی خیمه شد. گفتم پای قاسم بره کعبه است نمیرسیم، اما ابی عبدالله که طرف خیمه ها میبرد پاش رو زمین کشیده میشد. ای حسین من این اسمو زمزمه میکنم. شما با ابی عبدالله پاشید برید خیمه دارالحرب، اونجایی که بدن قاسمش رو کنار علی اکبرش گذاشت. هی به بدن علی اکبر نگاه میکنه، هی به بدن قاسم نگاه میکنه. یه بدن اربن اربان شده، یه بدن مثل عسل کشیده شده. حسین 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 قاسمم چقدر خوش قد و بالا شد. حالا که میبینم محمد علی اکبرم شد. حسین تو خجالت نکش، هر چقدر میخوای ناله بزن.
چشات ببند بالا بالا بدن علی اکبر قاسم حال زار علی عبدالله رو نگاه قاسم داشت بزن روزه نمیخواد این اسخالش روزه است بدنای عزیزای حسین خیلی به هم ریختن و نامرتب کردن اون از بدن علی اکبر که اربن اربان شده روی عبا جمعش کرد و برد این از بدن قاسم که قد قامتش کشیده شده یه بدن دیگه هم سراغ دارم خیلی تغییر کرده وقتی اومد کنار القمر دید قد و قامت عباسش کوتاه شده ای حسین از بدن رو گفتم از یه چیز دیگه هم بگم فقط بدن عباس نیست که به این ول افتاده و به چشم میخوره بالای نیزه سر یه نفر مجوری به چشم میخوره سر عباس از